قاعده 145 می است که در قیامت بفهمیم که چی شهادت میته سر ما. در قیامت شاهدان قیامت بشناسیم، شاهدان روز قیامت را بشناسیم. در روز قیامت اعضای بدن انسان زمینه که بالای از او یک گناه شده، این هم شهادت میده. او زمینه که سر از او نماز میخوانی و اون زمینه که سر از او گناه میکنی، هر دو شهادت میده. یومئذ تحدث اخبارها، در قرآن میگه که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. زمین هم قصه های خود بیان میکنه. پس در مسجد در یک جای نماز نخوانین، در هر قسمت نماز بخواین که جاهای سجده تان چی باشه؟ متفاوت باشه. در هر جا که رفتین کوشش کنین نوافل، عبادات، نمازهایتان بخوانین که همون زمین سرتان چی بده؟ شهادت بده. و در جاهایی که گناه میکنین نکنین گناه، و اگر از پیشتان شد همونجا برین پس عبادت الله را بکنین که همون زمین همون شهادتش چی شده؟ تغییر بکنه. پس چی است؟ چی است؟ از شاهدای روز قیامت اول اعضای بدن خود انسان است. چشم انسان سر انسان شهادت میده، گوش انسان شهادت میده. گوش میگه که یا الله اینمی گوش مرا خلق کرده بودی، اینمی جوان توسط ما موسیقی شنیده، حتی خواندن ها شنیده که بیخی گوشکی را مانده بود. چشم میگه صاحبت فیلم ها را سیل میکرد که دمی سر انترنت میشیش دیگه ما بیچاره را تکت تکه کردن بود. زبان میگه صاحبی که یک دفعه دان خدا باز میکرد فکایای میگفت که هیچ. پس یکی از شاهدان پای انسان شهادت میده، دست انسان شهادت میده. قدم هایی که به طرف مسجد رفتی اونمو قدمت شهادت میده که به طرف مسجد رفتی، و قدم هایی که به طرف رقص و گناه رفتی او سرت شهادت میده، سر هر کدام ما و شما. پس یکی از شاهدان اعضای بدن انسان است، دست و پای، چشم و گوش، هر عضو بدن. دیگه شاهد زمین است، دیگه ملائکه هستن. ملائکه شهادت میده. اینال در وقت محاسبه و محاکمه که صورت میگیره، پس خالق متعال شاهد درجه یک است، اعمال کل انسان میبینه. الله الرقیب، یکی از صفات الله چی است؟ مراقبت کننده هست. الله مراقب انسان است. ملائکه مراقب انسان است، از طرف الله تعیین شدن که شما اینا را حفظت الکرام کراما کاتبین. پس اینه چی هستن؟ ملائکه هستن. الله، ملائکه، اعضای بدن خود انسان، زمینه که بالای از زمین گناه صورت گرفته، و حتی دفتر اعمال انسان. پس یا کلشان وقتی که انسان با محاکمه کشف میشن، پس اینا هر کدام از اینا چی میکنن؟ بالای از شهادت میده. از دفتر اعمال چه قسم است؟ الله میگه هذا کتابنا ینطق علیکم، این کتاب ما هست. ینطق علیکم، امی کتاب نطق میکنه. خود کتاب، حالا سابق میفتن کتاب چطور نطق میکنه؟ شما چی میگن؟ حالا یک قسم قرآن شریف چیزا پیدا شده، نمیگه قرآن شریف قلمی هست نیست. قلمه که کش میکنی بررس خوانده میشه که وقتی که مخلوق به این اندازه تانستن خالق متعال هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون. الله میگه ما نشته میکردیم. نسخ چی میگه؟ کاپی گرفتن است. این کاپی گرفتن اعمال والله اعلم هم به قلم میشن با نوشته، و نسخ کاپی میگیری. مثلا این کتاب کات میکنی پیست میکنی، این فایل کات میکنی پیست میکنی، یا این فایل کاپی میکنی دیگه پیستش میکنی، یا یک فیلم کاپی میگیری و اونجا پیستش میکنی. انا کنا نستنسخ، ما کاپی میکردیم.
از این خاطر بسیاری وقتا اعمال انسان باز بر انسان هم تو نشان داده میشه. و حالا ساینس امروزی مثلا دی ای و بعضی چیزایی که کشف شده یک کلی آیات قرآن تایید میکنه که بله امکانات کلش وجود داره. در آیت دیگه الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه و وضع الکتاب، کتاب گذاشته میشه، فتر المجرمین مشفقین، مجرما را میبینی که یا در یک حالت عجیب و غریب قرار داره از آنچه که در کتاب نوشته شده. و یقولون یا ویلتنا، وای بر ما لهذا الکتاب، این چه قسم کتاب است؟ لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، این چه قسم کتاب است که هیچ کوچک و بزرگ نیست مگر کل از چی کرده؟ احصایه گرفته. و وجدوا ما عملوا حاضرا، آنچه که عمل کردن کلش پیش روی خود حاضر میبینن، اسناد. ولا یظلم ربک احدا، الله میگه پروردگار به هیچ کسی ظلم نمیکنه. سوره کهف آیت 49. الله ظلم نمیکنه سر کسی. این خود انسان است که ذره ذره از اعمال ازی و چیزایش نوشته است. ما لهذا الکتاب، چه قسم کتاب؟ لا یغادر صغیرة ولا کبیره، نمیگذاره هیچ گناه صغیره و کبیره و خرد بزرگ به اندازه یک مثقالم این کلش نوشته شده. ما ولی یک روز هم یک چشم این تو کردم یا نوشته شده، یک چشم خداوندی یک اشاره کردم. نه حالا بعضی کسا تمسخر گاهی به زبان میشنه، سر یک نفر دشخندی میکنه، یک نفر به اشاره میشه، تو که میای باز سونزگیش میگه که دیگر قصی خب باز کتاب روی خود باز چون خنده میکنه که دیگه خدا پرزه میگه. ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، میگه باز میگه چی هستی؟ خرد و کلان کلش نوشته کرده. و وجدوا ما عملوا حاضرا، آنچه که کردن پیششون حاضر میشه. باز دیگه ولیکن الله میگه سر کس ظلم نمیکنه. خودت کار کردی؟ از این خاطر بسیاری کسا ظالم لنفسه میگن، الله ظلم نمیکنه. بسیاری کسا خودش سر خود چی میکنه؟ دوم شاهدا ملائکه بودن، نه که کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. الله میگه کراما کاتبین است اونا میفهمن. آیت این سوره انفطار است، آیت 11 و 12. در دیگه آیت قرآن در سوره قاف الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، وقتی که دو نفر با هم ملاقات میکنن به طرف راست و چپ شیشته، ما یلفظ من قول، هیچ سخنی را تلفظ نمیکنن، الا لدیه رقیب عتید، مگر پیش از او چی است؟ یک مراقب است که این مراقب آماده هست. الله در دیگه آیت میگه ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، هر برنامه‌ای که شما میسازین، هر کاری که میکنین، همون فرستاده های ما که ملائکه است میگه اینا چی میکنن؟ نوشته میکنن. سوره یونس آیت 21. شاهد دیگه که از اعضای بدن انسان هست، دلیلش یوم تشهد علیهم السنتهم، روزی است که زبانایشان شهادت میده، و ایدیهم، دستایشان، و ارجلهم، و پاهایشان، بما کانوا یعملون، با آنچه که اینا عمل میکردن. این کلش سوره نور آیت 20 آیت 30 سوره نور آیت 24 است. شاهد چهارم زمین و جایی که بالای از او انسان زندگی میکنه.